دیگه تو آگاه بودن چه چیزهایی، چه پیش شرط هایی باید داشته باشیم؟ بودن در لحظه حال. خب ما بودن در لحظه حال رو هم تو نظریه راجرز داریم، هم تو گشتالت داریم، شاید هم خیلی شنیدید being here and now بهش میگه، مثلا یک تکنیکه که راجرز خیلی بهش اشاره کرده. حالا تو غذا خوردن واقعا ما یکی از چیزایی که به مراجع باید بگیم اینه که تو چقدر در این لحظه که داری غذا میخوری واقعا داری فقط غذا میخوری، یا برعکسش غذا رو به شکل مکانیکی داری میخوری، اما در آن واحد من چشم تو گوشیه، یه چشم توی صفحه تلویزیونه، دارم پاسخ یکی دیگر رو هم میدم، همه جا هستم در بجز در غذا خوردن. بودن در لحظه حال یعنی همین الان، همین اکنون، همین جا، فقط در اون فعالیتی که دارم انجام میدم. نه تو قبل هستم، نه در گذشته هستم، نه در بعد و آینده. یعنی الان فقط وقت غذا خوردنه، من فقط به غذا خوردن فکر میکنم و اگرم قراره کسی کنار من هست صحبت کنم، در همین حال و همین اکنون در مورد غذا، در مورد اون قضیه‌ای که همین جا هست من فقط میتونم صحبت کنم و همین لحظه و همین اکنون با خوردن پیش میرم، نه با چیز دیگری. مطلب بعدی که توی آگاه بودن باید در نظر داشته باشیم رها کردنه. رها کردن یعنی چی؟ یعنی این که من به فکرایی که تو ذهن من میاد نمیچسبم. یعنی اگه فکرای منفی در مورد حتی خوردن داره تو ذهن من میاد، من سعی میکنم که دست بردارم از روش فوکوس نشم. همینطورم نمیگم برو مثلا این چه فکریه تو الان داری میکنی، اجازه میدم بیاد و بره، قفلش نمی کنم، نگهش نمیدارم و مانعش هم نمیشم. بذارید من با یه اصطلاح اینجا بگم. ببین همین الان من به شما یه تمرین میدم، به شما میگم که لطفاً به فعل صورتی فکر نکنید. همین الان که به شما میگم به فعل صورتی فکر نکنید، قشنگ فعل صورتی رو تو ذهنتون میسازید، در حالی که ما اصلا فعل صورتی نداریم تو دنیا، ولی ما این تصویر رو میسازیم. چرا؟ چون هر جایی که من یه فکر رو میخوام متوقفش کنم با پیام در واقع نباید، نیا، مانعش بشم، قطعا بیشتر میاد و هجومش بیشتر میشه. پس چیکار کنم وقتی فکر منفی میاد تو ذهن؟ چجوری بگیم؟ میگیم که رهاش کنید، روش چسب نزنید، روش قفل نشید، به عبارتی اجازه بدید بیاد و بره. این یعنی رها کردن. حالا در مورد افکار منفی که مرتبط با خوردنم همینه. مثلا به خودم اون موقع میگم چقدر تو میخوری، چقدر تو پرخوری، چقدر تو شکمویی. اجازه بدید بیاد و بره. دارم میگم روش قفل نمیکنم، چون وقتی روش فوکوس میکنم فکرهای بعدی تولید میشه. وقتی روش فوکوس میکنم حال بدتری توی من ایجاد میکنه، آشفتگی بیشتری. پس یکی از چیزایی که میگیم این فکر باید بیاد و بره، بهش میگیم رها کردن. و اینکه به اون فکره من زور نمیدم، روش وای نمیستم، قضاوت نمی کنم، پر و بال بیشتری بهش نمیدم. آیتم بعدی که تو آگاه بودن باید در نظر داشته باشیم به عنوان یک پیش شرط، توجه به محیط اطرافه. این که ما در موقعی که میخوایم شروع به غذا خوردن کنیم حواسمون باشه، به مراجع یاد میدیم که به محیطت نگاه کن، چه محرک هایی باعث میشه که تو بیشتر غذا بخوری و غذا خوردن رو در واقع بیشتر تجربه کنی. آیا خود وجود غذاست؟ همراهانی که در کنار تو هستن؟ نحوه غذا خوردن اونهاست؟ نمیدونم هیجان منفی که داری؟
دیدن صحنه غذا خوردن توی تلویزیون، حتی پیام تبلیغاتی که روی صفحه تلویزیون داره پخش میشه در مورد نوع غذای خاصی، بوی غذای، رد شدن از کنار حالا قابلمه غذایی که رستورانه یا هر چی که هست. نگاه کنید، توجه کنید به محیط اطرافتون، توجه به محیط اطراف که چه چیزهایی در واقع در محیط میتونه محرک باشه برای اون فرد که منجر به خوردن بیشتر بشه. دیگه در آگاه بودن باید به چه چیزهایی توجه کنم؟ قضاوت نکردن. من موقع غذا خوردن خودم رو قضاوت نکنم. قضاوت نکردن یعنی این که من هی نگم که تو شکمویی، تو عرضه اینو نداری که بچینی زیاد بشینی غذا تو خوب کنترل کنی، غذا تو بخوری، احساس گناه بکنم، خودم رو سرزنش بکنم و هی بخوام برم تو این که ببین فلانی چقدر مثل چه میدونم یه آدم متشخص داره غذا میخوره ولی تو نمیتونی، همینطوری داری تون 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 بدون هیچ کنترلی داری غذا میخوری و دهها کلمات بدی که حالا اینجا جاش نیست که من بخوام بگم از دهان مراجع راجع به خودش میاد. یعنی یک جور گفتگوی خود تخریبگرانه‌ای که این خودش به راه اندازنده یک حال بد یا یک آشفتگی بیشتر برای خوردن بیشتره. پس میگیم دست از قضاوت بردار. خب چیکار کنم؟ بی‌طرف باش. اگه نمیتونی با خودت مهربون باشی، حداقلش اینه که بی‌طرف باش. به خودت حرفی نزن، سکوت کن. نمیگیم حرفی هم نزن، چون باز میگیم حرفی نزن ممکنه یه سری سیر حرف زدن رو بگیم. سکوت کن، دست از سر خودت بردار. و اگر میتونید با خودتون مهربون باشید، فقط نگاه کن، قضاوت نکن و در مورد آنچه که خوردی با خودت صداقت داشته باش، رو راست باش. و نکته آخر در مورد آگاه بودن اینه که بپذیر این نحوه خوردن منه، این بدن منه و این وزن منه. با آنچه که هستی همونطور که هستی روبرو بشو، به راحتی و بپذیر. با خودت نجنگ، به صدای بدن گوش بدید، به ندای بدنتون گوش بدید، ببینید و گوش بدید. این چند مؤلفه مواردی بود که برای آگاه بودن باید خدمتتون میگفتم. انشالله برای جلسه بعد من در مورد آگاهانه خوردن و ناآگاهانه خوردن و تکنیک هایی که مرتبط با توجه آگاهی هست در خدمتتون خواهم بود. فعلا خدا نگهدار.